سلام بچه ها، خوب هستین؟ حالتون چطوره؟ بچه ها، من امروز یه سورپرایز واسه همتون آوردم که شما در مورد ردیدشن دو هستش که شما میتونید مایکا رو توش بکشین بدون هیچ مود و چیتی. میبینین که کنسول هم هست بدون هیچ مود و چیتی. خب که وایسی نشونتون بدم. بفرما آقا، بفرما. باور نمی کنی؟ یه لحظه وایسا. این خودشه. خب دیگه خودشو داری میبینی. ایناش بدون هیچ مود و چیتی. خود ناکسشه در واقع. بعد شما در این صورت میتونید این کار رو کنید. مرحله ای هست که با مایکا میرین یه کالسکه رو بدازین. در واقع یه کالسکه رو بدازین. بعد شما بعد اون مرحله باید به این در راه این لوکیشن باشین. به خود نه، در راه این لوکیشن. خب اینجا رو بزنید. در همون جایی که مرحله تمام شد، مایکا پولو به شما داد، پول به شما رسید، همونجا اینجا رو بزنید. این مرحله رو بزنید. بعد شما دیگه راه بیفتین، مایکا در وسط راه داره خلاف اون جهتی که شما دارین راه میرین میدوه. شما باید با اسب، اگه میخواین این کار باش بکنید، با اسب برید روش. یه 15-20 بار برین روش که من متاسفانه اون موقع داشتم اون کار رو میکردم. از ذوق یادم نبود کلا اون فیلم براش بگیرم. خب بچه دقیقا دیگه این لوکیشن هم هست که گفتم بهتون میتونید بکشیدش. یه ریولورش هم خیلی خوشگل بهتون میفته کنارش. در واقع مثلا شما میکشینش، ریولورش کنارش میفته که خیلی خوشگله. خیلی یکی از بهترین ریولورای ردده. با یه تیر شاید بگم از بار ولنتاین تا نزدیک چیزه، اونی که تو نماز و ایناش توش میخونن، کلیسا، بزنه. بعد بچه دیگه چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. اگه این ویدیو به بالای 1000 تا برسه، یه تیپ مکزیکی مثل تیپ خاویر واسه تون میارم. خداحافظ.